سلام، روزتون بخیر. اومدیم برای معرفی آون توستر دانژر. اول از متعلقات داخل سبد میوه خشک‌کنه، میله جوجه گردون و سینی زیر و سینی لعاب مخصوص پیتزا و ماهی. میرسیم به خود آون توستر. آون توستر شیشه دوجه داره، فن کانوکشن LED داخل و المنت های پایین و بالای خطی. بریم برای استفاده کردن ازش. روی قسمت پروگرام که بزنین 8 برنامه پختش رو میتونید ازش استفاده کنید برای گوشت، مرغ، کیک، میوه خشک‌کن، یخزدایی، سبزیجات، پیتزا و ماهی. اینا هر کدومش میتونیم به صورت جداگانه زمان و دما را تغییر برای تایم 20 دقیقه، 40 دقیقه، 60 دقیقه، 90 دقیقه و 120 دقیقه و برای دما از 70 درجه تا 220 درجه میتونین تمپ کنید. با این برنامه از المنت پایین و بالا جداگانه و همزمان میتونین استفاده کنید. برای LED تاچ این قسمت رو لمس میکنید و برای فن و جوجه گردون از این قسمت استفاده میکنید. ممنونم.